و این چنین از ابن کثیر باز نقل دیگر از عبدالله ابن مبارک، این کس هم استاد امام بخاری و شاگرد امام ابو حنیفه هستند. عبدالله ابن مبارک گفته که لولا ان الله اعاننی بابی حنیفه و سفیان الثوری لکنت کسائر الناس. اگر الله تعالی مرا یاردم نمیداد به واسطه ابو حنیفه و به واسطه سفیان ثوری، من امروز مانند دیگر آدم ها بودم. یعنی مفسر و محدث و مجاهد و بای و امام عبدالله ابن مبارک تمام فضیلت ها را جمع کرده بود. آدم ها را از پول خودشان به حج می بردن، می آوردن. وقتی یعنی راه و بلد حج بودن یک وظیفه‌شان، وقتی که می آمدن به همه پول خودش را برگردانده می دادن. یعنی از صبح خودشان آدم ها حج میکرد. غیر زکاتشون هر سال 200 میلیون دلار اگر به دلار گردانیم خیر و سخاوت میکرد. هر چیزی که برای خودشون خریدن و همسایه‌شون هم میخرید. عبدالله بن مبارک بایی بودن، محدث بودن، عالم عقیده بودن، فقیه بودن، مورخ بودن، مجاهد در راه الله تعالی در جهادها اشتراک میکردن. یعنی بسیار عالمی بزرگ هستند. میگن که اگر الله تعالی مرا با واسطه امام ابو حنیفه و سفیان ثوری کمک نمیکرد، اینا رو دیده علم نمیگرفتم، منم مانند دیگر آدم ها میشدم. در کتاب البدایه و النهایه، بدایت و نهایت ابن کثیر دمشقی. و این چنین عبدالله ابن مبارک کرسیده شدن. مالک افقه او ابو حنیفه. مالک فقیه تر است، امام مالک، چون که این کس هر دوش دیدگی هستند، یا امام ابو حنیفه فقیه تر است. قال ابو حنیفه سیر و اعلام النبلاء، امام ذهبی در کتاب سیر نقل. و قال ابن المبارک، عبدالله بن مبارک گفتند که ابو حنیفه افقه الناس. ابو حنیفه فقیه ترین انسان ها هست. سیر و اعلام النبلاء، امام ذهبی شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کرد.